خب سیروان خسروی برای اولین بار. آقا جلو دوربین که سختت نبود سیروان عزیز. باریکالله. سخت که نبود که. قربونت برم. عالی 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 عالی. یه نه خیلی. خب ما با اینکه جا کم داریم اما دلمون حداقل وسیعه، خیلی خیلی میتونیم کارهای آنچنانی بکنیم. ما هر کاری کردیم این پیانو رو نتونستیم بیاریم به دوستان صدا بردار متصل بکنیم. تا آخر برنامه هم که باز چیزی نمونده تلاشمون رو میکنیم. یه مجموعه تلویزیونی میخواد پخش بشه به اسم دست بالای دست که ضرب مسئله دست بالای دست بسیار است. یوسف تیموری عزیز توش بازی کرده و از اون طرف هم ما در کنار یوسف تیموری خانم بهنوش بختیاری هم که ماشاءالله در اکثر سریال های طنز موفق و خوب و پربیننده و فیلم های سینمایی بفروش کار کردن رو هم به عنوان مهمان دعوت کردیم. آقای یوسف تیموری با اون پسر خوشمزه خوش رنگ دورگش میاد پیش ما؟ ها؟ نیومده؟ داره میاد دیگه. 2 دقیقه دیگه. بچه رو برده کجا؟ آها نمیتونیم بگیم کجا برده بچه رو. سیروان جان در زمینه ساختمان پزشکان توضیح بده. چجوری شد که ساختمان پزشکان رو خوندی؟ جنس موسیقی توی خود متفاوته، چندان در رسانه به این جنس موسیقی نمیپردازن. چجوری بودش که شبکه 3 اومده و واقعیت اینه که مهراب قاسمخانی از دوستای خوب منه. قرار بود که ما قبلا با هم همکاری داشته باشیم، نشد چون دقیقه 90 بود. ولی برای ساختمان پزشکان خوشبختانه از 9 ماه قبلش میدونستم برنامه‌ریزی تونستیم بکنیم و در کمال تعجب پخش شد از شبکه 3. بله دیگه به هر حال شبکه 3 خیلی کارا انجام میده. چیکار بکنیم با این تیم؟ خب من خیلی خیلی ممنونم از همتون. حمید جان که لطف کردی و از کنار خانواده کندی اومدی اینجا پیش خانواده وسیع‌تر که به هر حال اون مجموعه هم شامل میشد. بسیار ممنونم از حسام نواب صفوی عزیز گرانقدر. ببخشید ملت زیغ وقت نمیتونم درخواست بکنم کاری که سیروان واسه ما درست کرده رو پخش بکنه. حتی کاری هم که احسان درست کرده یه بار تونستی پخش بکنه. کار نابود رنجم نخونده رفت. خیلی وقت اون فشرده شد. شب گذشته رو ما به بتالت گذروندیم. ببخشید. ممنونم از سیروان که برای اولین بار چند دقیقه با آدمایی که دوستش دارم، با کسایی که موسیقیشو گوش میکنن صحبت کرد. دوست دارم اگه نکته شنفتنی هم داره در مورد آثارش، کارهاش و یه خود کمکاریش. 8 سال فاصله است بین کارات. چجوریه؟ من یه ذره روی کارام حساسم، برای همین طول میکشه. ولی دوست داشتم این آهنگی که امروز برای شما ساخته بودم و خیلی من دوست داشتم. خیلی دوست داشتم. کار خوبی شد. حالا ان شاءالله جای دیگه بشنون. ان شاءالله که میشنون. خیلی ازت ممنون هستم. افتخاری بود واسه من پارسال قول داده بودم که در کنارت باشم. به قولم نتونستم عمل بکنم. برخی از اگرها اماها نمیذاره که من همیشه آدم خوشقولی باشم. از همه کسایی که به خاطر اگر اماهایی که من هیچ ربطی نداره اجازه ندادن که من خوشقول باشم عذرخواهی میکنم. ان شاءالله به حق علی بر محبت خودشون و بزرگواری خودشون این قصورها رو ببخشن. حسام، سیروان، حمید بسیار بسیار ممنونم. سال خوبی داشته باشی پر از فیلم‌های آنچنانی. سیروان منتظر آلبوم سوم. حتما. مرسی. ان شاءالله جرم بکنم، قتل بکنم بیای وکیلم بشی. به خدا قربونت برم. زنده باشی. به افتخار دوستان خوبم. خیلی متشکرم. عالی. فعلا آنتن تحویل شما باشه تا ما مهمانای بعدیمون رو آماده بکنیم و در خدمتتون باشیم. ما در خدمت شما هستیم.